بینندگان محترم، با برنامه دیگری در انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی همراه ما هستید. در خدمت شهروز تجارتی هستیم با گفتگوی سوم در این برنامه ها. بسیار خوش آمدید آقای تجارتی به برنامه. متشکرم، خیلی ممنون. این چندین باری که من هم گفتگوهای خودمون رو داشتیم و هم صحبت‌های مختلفی که از زبان شما در مورد عبدالبها و ایران شنیدم، من داشتم فکر می‌کردم به این جریانی که در آثار عبدالبها، حالا چه نوشتجات خود او چه سخنرانی‌های دیگه، تأکید زیادی بر جنبه جهانی اندیشه‌های عبدالبها میشه. یه مقداری برای من یه ناسازگاری حس شد که این همه تأکید بر ایران و پایبندی نسبت به فرهنگ و سنت ایران و حالا بسیاری چیزهای دیگه که شما بیان کرده بودید، این ناسازگاری بین این جریان و لحاظ کردن اندیشه جهانی یه مقداری برای من جای سوال داشت. دوست داشتم این رو مطرح بکنم حتما با شما. بله حتما. این البته در آثار عبدالبها ابدا این ناسازگاری نیست، به خاطر اینکه از یک جهت عبدالبها یک ایرانی بود که همونطور که گفتیم 8 سالگی از ایران اومد بیرون، در زندان بود بیش از 55 سال. بیشتر آثارشو که در مورد ایران بود اول از زندان شروع کرد نوشت، ولی هیچ احساس منفی و یا احساسی که از ایران رد شده بود در وجودش نبود. همیشه دغدغه ایران رو داشت، همیشه عاشق ایران بود، حتی آداب لباس ایرانی، آداب ایرانیش هیچ وقت فراموش نکرده بود. واقعا ایران رو میپرستید، ولی ایران رو در قالب یک عالمی میدید که این عالم یک عالم متحد است، یک عالمی است که داره با هم به سوی ترقی میره. ایران رو در قالب این وحدت جدید عالم انسانی میدید. در این جهان نگری عبدالبها این بود که باید ایران رشد خودش رو نباید جدا از بقیه ممالک دنیا بکنه و خودکفایی رو برای یک مملکت نمیپسندید. عبدالبها پیشرفت ایران رو هم از خود مردم ایران و خودجوش میدونست و هم در معاضدت و همکاری با ملل مختلف دنیا. در همین راستا مثلا عبدالبها در زمان حیات خودش امریکایی ها و اروپایی ها رو تشویق کرد که برن به ایران و ایران رو اصلا مملکت جدید خودشون بکنن. خانم سوزان مودی اصلا تقریبا ایرانی شد، برن اونجا خدمت بکنن به ایران. ایرانی ها رو تشویق کرد که محشور بشن با ملل مختلف در آسیا، در اروپا و غیره. و حتی در آثارش میگفتش که اونچه که مثلا در بعضی ممالک از تکنولوژی و یا از سیستم های مختلف حکومتداری و غیره هستش، اگر خوب و محبوب هستش، ایرانی‌ها بگیرن اون رو چیکار بکنن، در ایران به منصه اجرا قرار بدن. و یعنی عبدالبها میگفتش که ایران باید یکی از ممالک به اصطلاح پیشرفته عالم باشه، نه که فقط فکر خودش باشه. این جهانبینی عبدالبها با ایران دوستیش مغایرت نداشت به نظر من 2 سوال داشتم. یکی رو که لطف کردید پاسخ، چون خاطرتون باشه توی گفتارهای قبلی عرض کردم که 2 تا سوال حداقل برای من مونده بود غیر که پاسخ داده نشده بود. یکی این بود، یکی در صحبت اول شما در مورد حال ایران در روزگار عبدالبها، اونجوری که او میدید ایران رو بیان کردید و مشکلات بسیاری که داشت و تلاش عبدالبها برای اینکه این رو به اون جهان آرمانی که در ذهنش بود نزدیک بود. صحبت دومم بود. بله. الان من نگاه میکنم دغدغه هایی که در صحبت اولتون اشاره کردید، بسیاری از همون دغدغه ها امروز در ایران هست و همچنان ما دست به گریبانیم و داریم تلاش میکنیم که اینها درمان بشه. چی فکر میکنید؟ یعنی اینکه خب چه تغییری بود
در اون ایرانی که اون زمان دیده میشد. با وجود این کارها و این همه تلاش‌ها که عبدالبها و بسیاری کسان دیگر کردن، امروز چه تغییری دیده میشه؟ این یه مقداری نمیدونم، نمیخوام حالا زیاد واژگان درشت به کار، نسیم یأس بله از این میوزه که تغییری نیست. البته اگه ما فقط امروز ایران رو اگه نگاه بکنیم، خیلی چالش ها تو ایران هستش و ما شاید از یک منظر فکر کنیم که همین گفتیم یأس و ناامیدی، نسیم یأس و ناامیدی از همه طرف میوزه. ولی اگه واقعا بیایم یه خود منظر عبدالبها رو اون موقع با ایران امروز یه مقداری این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که ایران با وجود این که هنوز خیلی از اون چالش ها رو داره و هنوز به اون ایران آرمانی عبدالبها نرسیده، ولی خیلی پیشرفت هایی کرده، توانمندی هایی داره الان ایران که میتونه خیلی سریعتر به اون آرمان ها دست پیدا بکنه. مثلا ما صحبت این کردیم که در زمان عبدالبها، حتی تا زمان فوت عبدالبها که 100 سال پیش هستش، میزان سواد ایران در زمان عبدالبها حدود زیر 1% بود، وقتی که در زمان فوت عبدالبها زیر 5% بود. یعنی اکثر مردم ایران بی سواد بودن. امروز شما تصور بکنید میزان سواد ایران نه فقط در سطح بین المللی هستش، بلکه بسیاری از پرذکاوت‌ترین دانش آموزان دنیا، مخترعان دنیا در سراسر دنیا از دانشگاه‌های ایران آمدن. نکته دیگه در مورد همین ملی‌گرایی است و وطن دوستی. ایرانیان وطن دوستی رو اینطور نمی‌بینن که باید ایران ایزوله باشه و به طور افراطی در مورد وطن دوستی فکر بکنن که ما میتونیم همه کار رو با خودکفایی خودمون انجام بدیم و میتونیم مستقل از تمام ممالک دنیا ایران رو به اون سرمنزل مقصود خودش برسونیم. ایرانیان خودشون امروز میخوان که یک قسمتی از خانواده عالم انسانی باشن، در ممالک مختلف دنیا محشور باشن و امروز تقلای ایرانیان این نیستش که جدا بشن از ممالک دیگه. بنابراین اون معضلاتی رو که اون موقع عبدالله بهش اشاره میکرد و اونها رو چالش‌های بزرگ و اساسی ایران میدید، امروز خیلی خود ایرانی‌ها به اونها رسیدن و به نظر من این توانمندی‌هایی هستش که دستمون داریم. اگر اشتباه نکنم تأکیدتون در مورد مقایسه با اون حالی که پیشتر توصیف کردید اینه که امروز توانمندی‌هایی پدید آمده که میشه آینده رو با اینها ساخت. البته یعنی ایران امروز با وجود اینکه یه سری معضلات، همون معضلاتی که عبدالبها بهش اشاره کرده و شاید چالش‌های دیگه هم داره، ولی یه توانمندی‌هایی داره که اون موقع در زمان عبدالبها این توانمندی‌ها نبود. برای همین بود که برای خیلی از اینها عبدالبها اقداماتی در زمان حیات خودش کرد، هرچه اقدامات فردی و اقدامات جامعه کوچک بهایی اون موقع بود، ولی یه قدم‌های اول رو برداشت. ولی الان ما یه توانمندی‌هایی داریم که میتونیم با اون توانمندی‌ها اون ایران آرمانی آینده رو بهتر بسازیم. یه موضوع دیگه که هستش که در همین رابطه با وطن دوستی هستش، اون موقع اصلا ایرانیان جهانی شدن براشون مفهومی نداشت. امروز شما تصور بکنید بیش از چندین میلیون ایرانی در خارج ایران، اکثرشون بسیار موفق هستند، در رؤوس شرکت‌ها، دانشگاه‌ها در امریکا، اروپا، در آسیا چقدر موفق هستند. یک دید جهانی پیدا کردن، با شهروندان غیر ایرانی ازدواج کردن، برگشتن به ایران و همشون عشق به وطن دارن. یک جهانی شدن یک قسمتی از ایرانی بودن هستش. این هم خودش خیلی یک توانمندی ملی کاملی است که کمک میکنه. امروز بانوان ایران حقیقتاً از هر لحاظ موقعیتشون با اون موقع فرق میکنه. بیشتر دانش آموزان دانشگاه‌ها برای فارغ التحصیلات خانم‌ها هستن. خانم‌های ایران واقعاً در سطح بین المللی میشه گفتش که چه از میدونیم مثلا در سطح ریاضیات بین المللی، در هر سطحی واقعا برجسته هستن
و این توانمندی رو نباید دست کم گرفت. همه اینا رو که کنار هم بذاریم میبینیم آینده ایران میتونه همون آینده درخشانی باشه، آینده پرشوری باشه که عبدالبها نویدش رو داد، قلباً به اون اعتقاد داشت و با اون اعتقاد از این عالم رفت و باعث شد که بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان، امریکایی‌ها، آفریقایی‌ها و غیره، این آرزو رو داشته باشن که یک روزی بیان و خدمت به ایران بکنن و اون ایران آینده رو بسازن. من فکر میکنم این صحبت جای بسط و تفصیل هنوز داره. یعنی من 2 سوالی که اول داشتم و پاسخ گرفتم، ولی خب 1-2-3 سوال در حاشیه نوشتم ولی دیگه مجال صحبتی نیست. بذار من قول از شما بگیرم که یک وقتی انشالله در یک مناسبت دیگری به هر حال انشالله بتونیم صحبت رو. بسیار ممنون. خیلی خوشحال میشم تشریف آوردید در این برنامه. بینندگان محترم، با شهروز تجارتی همراه بودیم. ممنون از اینکه با ما همراه شدید. این برنامه از سوی گروه گنج پنهان فراهم شده بود. این گفتگویی که به آخر رسید ولی خب پرسش‌های بسیاری ناتمام ماند رو من امیدوارم که بتونیم بعدها در همون پروژه گنج پنهان پی بگیریم و شما دوستان میتونید در وبسایت گنج پنهان او رو دنبال بکنید. خوب و خوش باشید.